سلام و درود فراوان به زبان آموزای عزیز خودم. خیلی خوش اومدید به جلسه سوم از آموزش زبان انگلیسی. خب بریم که با هم دیگه شروع کنیم. لطفا شما هم دفتر و مدادتون رو یا خودکار بیارین که برای نکته برداری و یادداشت برداری اگه خواستین دستتون داشته باشید. خب بریم شروع کنیم. کلمه اول هستش abiding. ببخشید من دوباره بنویسم. abiding. خب معنی این هستش abiding یعنی بی‌زوال، همیشگی و دائمی. خب برای اینکه تو ذهنمون بمونه abiding میام براش یه نشانه میذاریم. مثل همیشه میگیم بایدین و گروهش بایدینگ، همون بایدین رو که میشناسیم. بایدن رئیس جمهور قبلی آمریکا بوده که میگیم بایدن و گروهش فکر میکردن که چی هن؟ دائمی هن، همیشگی هن، بی‌زوالن و همیشه هستن. حالا بایدینگ میشه دائمی، همیشگی، بی‌زوال. بایدن و گروهش فکر میکردن چی هن؟ دائمی هن، همیشگی هن، بی‌زوالن. abiding. پس بایدن و گروهش چی فکر میکردن؟ بایدینگ گروه چی فکر میکردن؟ فکر میکردن چی هن؟ دائمی هن، همیشگی هن، بی‌زوالن. بایدینگ گروه چی فکر میکردن؟ فکر میکردن همیشگی، دائمی و بی‌زوال هستن. پس abiding معنی دائمی، همیشگی و بی‌زوال رو میده. بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی هستش ability به معنی توانایی، به معنی توانایی، قدرت، استعداد، لیاقت، استطاعت و صلاحیت رو میده. خب پس ability معنی استعداد، توانایی، قدرت، لیاقت، استطاعت و صلاحیت رو میده. حالا برای اینکه ability تو ذهنمون بمونه برش یه نشانه میذاریم. میگیم ا بیتا هم چی؟ ability بیتا هم چی؟ حالا میتونیم بگیم بیتیلی، مثلا بیتا رو کنیم بیتیلی. بیتیلی هم چی؟ بیتیلی هم چی داره؟ استعداد داره، پس توانایی داره، قدرت داره، لیاقت داره، استطاعت داره و صلاحیت داره که بره مثلا به یه جایی برسه. پس ما اینو ability رو کردیمش چی؟ بیتیلی. مثلا میخواستیم بگیم بیتا، دیگه نمیگیم بیتا، یه چیزی میگیم که به ability چی نزدیکتر باشه. میگیم بیتیلی هم چی کار کرده؟ بیتیلی هم چی داره؟ استعداد داره، پس توانایی داره، قدرت داره، لیاقت داره، استطاعت داره، اصلا صلاحیت داره بره یه جایی برسه، موفق بشه. پس بیتیلی هم چی؟ استعداد داره، توانایی داره، لیاقت داره، صلاحیت داره، استطاعت داره، قدرت داره، اصلا بره به یه جایی برسه. پس ability یا گفتیم که ما کردیمش چی؟ ability رو
بیتیلی هم که چی میتونه بره؟ استعداد داره، میتونه، توانایی داره، قدرت داره، لیاقت داره. آره لیاقتشو داره، استطاعتشو داره، قدرتشو داره، تواناییشو داره، استعدادشو داره، صلاحیتشو اصلا داره که بره مثلا موفق بشه، بره دکتر بشه، بره به یه جای خوب برسه. پس بیتیلی هم میتونه، قدرتشو داره، صلاحیت داره، توانایی داره، استعدادشو داره، لیاقتش رو داره، صلاحیتش، استطاعتش رو داره. ability به معنای قدرت، صلاحیت، استطاعت، توانایی و لیاقت هست، استعداد هست که ما کردیمش چی؟ بیتیلی هم چی داره؟ استعداد داره، قدرت داره، توانایی داره، صلاحیت داره، استطاعت داره. همه اینا میشه. پس 2 تا کلمه یاد گرفتیم تا اینجا. یه بار با هم دیگه مرورشون میکنیم که ببینن تو ذهنتون مونده یا نه. یکی اولی که abiding بود. abiding گفتیم چی؟ گروه abiding گروه چی فکر میکردن؟ که چی هن؟ همیشگی هن. درسته، فکر میکردن همیشگی، بیزوال و چی هن؟ دائمی هن، در حالی که اینجوری نبود. پس بایدینگ گروه چی فکر میکردن؟ بایدینگ یعنی بایدن و گروهش چی فکر میکردن؟ که همیشگی هن، دائمی هن، بیزوال هن، ولی اینجوری نبود. پس abiding میشه بیزوال، همیشگی و دائمی. کلمه بعدی هم چی بود؟ کلمه الان که یاد گرفتیم ability. گفتیم که به معنای چی بودش؟ اولا گفتیم چه نشانه‌ای به این دادیم؟ نشانه بیتیلی، همون بیت ها بود که ما کردیمش بیتیلی به ability نزدیک باشه. میگیم بیتیلی هم چی داره؟ پس تواناییشو داره، قدرتشو داره، استطاعتش رو داره، صلاحیتش رو داره و لیاقتش رو داره که بره به یه جایی برسه، بره موفق بشه، بره دکتر بشه، بره یه آدم خوب، محبوب، معروف بشه. پس ability به معنای قدرت، توانایی، صلاحیت، استطاعت و لیاقت بود. ability کردیمش برای که تو ذهنمون بمونه، کردیمش چی؟ بیتیلی هم میتونه، بیتیلی هم توانایی و قدرت و استطاعت و صلاحیت و لیاقتش رو داره که به یه جایی برسه. خب بریم سراغ کلمه بعدی. حالا با ability یک کلمه میگم که بیشتر تو ذهنتون بمونه. این هم هستش که to the best of one's ability. معنیش چیه؟ با منتهای توانایی، یعنی با تمام توانایی، با تمام توانایی. to the best of one's ability، با تمام توانایی، با تمام توانایی. پس ability چه معنی رو میداد بچه‌ها؟ ability به معنی، گفتیم بیتیلی هم چی؟ توانایی داره، قدرت، استطاعت، صلاحیت، لیاقت، اینا میشد ability. خب کلمه بعدی هستش object به چه معنی هستش؟ object به معنی پست، خار و فرومایه. object به معنی پست، خار و فرومایه هستش. abject
ابجکت به معنای پست و خار و فرومایه. حالا برای که تو ذهنمون بمونه ما باید براش چی؟ یه نشانه بذاریم. خب میگیم که ابجکت، میگیم آبجی و جک نه. خب میگیم آبجی چک خورد. از کی؟ از یه آدم پست، خار و فرومایه. آبجی چک خورد. چک خورد. آبجی چک خورد. ابجکت، آبجی چک خورد. ابجکت از کی چک خورد؟ از یه آدم پست، خار و فرومایه. ابجکت. پس معنی ابجکت آبجی چک خورد. ابجکت آبجی چیکار کرد؟ چک خورد. از کی؟ از یه آدم پست و خار و فرومایه. پس معنی ابجکت یعنی چی؟ پست و خار و فرومایه. برای اینکه یادمون بمونه گفتیم آبجی چک خورد. آبجی چک خورد. از کی چک خورد؟ از یه آدم پست و خار و فرومایه. ابجکت به معنی پست و خار و فرومایه از ابجکت. پس تا اینجا یادمون موند که ابجکت آبجی چک خورد. از کی چک خورد؟ از یه آدم پست و خار و فرومایه. پس معنی ابجکت رو به خاطر بسپارین که میشه پست، خار و فرومایه. ابجکت. خب اگه یادداشت کردیم بریم سراغ کلمه بعدی. خب ابجکت پس شد چی؟ آبجی چک خورد. از کی؟ از یه آدم پست و خار و فرومایه. هر موقع که مثلا اینو دیدیم آبجی چک خورد یادمون میاد ابجکت رو دیدیم که به معنی پست و خار و فرومایه. آدم پست و خار و فرومایه به آبجیمون چی زده؟ چک زده. خب کلمه بعدی ابجور هست. ابجور به معنای ترک کردن. به معنای ترک کردن. ابجور به معنای ترک کردن، صرف نظر کردن. صرف نظر کردن از و نقض عهد کردن. خب 3 تا معنی میده به ابجور. ابجور به معنای ترک کردن، صرف نظر کردن از و نقض عهد کردن. خب برای اینکه تو ذهنمون بمونه کلمه ابجور رو میایم میگیم چی؟ به نظر من آبجور رو چیکار کن؟ ترک. اونا آبجور رو چیکار کردن؟ ترک کردن، صرف نظر کردن و اومدن نقض عهد کردن. اول گفتن ترک کردن، صرف نظر کردن از آبجور خوردن، ولی بعد اومدن چیکار کردن؟ نقض عهد کردن. پس معنی ابجور به معنای ترک کردن. اول گفتن آبجو خوردن رو ترک کردن، صرف نظر کردن از خوردنش، بعدش اومدن چیکار کردن؟ نقض عهد کردن، یعنی عهدشون رو نقض کردن، شکستن. ابجور به معنای ترک کردن، صرف نظر کردن و نقض عهد کردن هستش. ابجور برای اینکه تو ذهنمون بمونه میگیم که آبجو خوردن رو گفته بودن که ترک کردن، صرف نظر کردن از خوردنش، بعد اومدن چیکار کردن؟ نقض عهد کردن، گفتن ما همچین چیزی نگفتیم، ما همچین کاری نکردیم. خب اینم یادداشت کنین. برای امروز تا اینجا کافیه. انشالله برای جلسه بعدی با همدیگه ادامه میدیم. پس روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.